چنل خودتون. جوکر هستم و بریم برای ادامه ویدیو. بچه اگه مایک باشه خب برم زن. بچه اینایی که الان داریم میبینیم پلی دارم میدم. بچه این یارمون اف آر داره از این تست کلن میگیره. بچه این تستر کلنمون هست. حالا کلنمون الان 3 نفریم، با این میشه 4 نفر، با یکی دیگه میشه 5 نفر. بچه ها 5 نفر کلن میشه. خب بچه داریم الان بازیشون هم میبینید دیگه. ببینم چی کار میکنن. این چی کار داره میکنه؟ خب بنازم این امیر اون خیلی قویه بچه. تستر کلن اون فکر کنم بزنش، نمیدونم. تستر کلن اون خوبه بازیش. وای تستر کلن اون چه گانی کشیده. چه تستر کلن اون قویه، میزنه. خب این چه کار میکنه؟ بکت می تستر تو خدا. وای این اصلا همدیگه بنازم. بچه خودم هم تستا رو میگیرم، فقط تا یه چند وقتی دیگه خودم تستا رو میگیرم. الان ببین یه نفر که دارم واسه تست گرفتن ازش، اونو فردا میخوام ازش تست بگیرم، چون تازه یه کلن پریده. بعد کلن هم دیدی این کلن رو که اصلا نه اسم می‌نویسن نه چیزی، همونا. من این تست کلن میگیرم، الان بهش عد کلن میدم بیاد تو کلن، میارمش اسم کلن رو بزنه. ساب کلن هم بچه خودم هم رفیقم هم مثلش امیره دیگه. با اینا بازی میکنیم بچه. حالا با اینم نیست. حالا بریم کلن رو جمع میکنیم بچه. کلن بیاد بالا یعنی بیشتر بشیم، کسایی که داخلشن، تیم میسازیم، اسکواد میسازیم و چند نفر میاریم تو اسکواد. مثلا یه اسکواد یک و اسکواد دو. اسکواد یک خودم هم این امیر است که الان داره ازش تست میگیره، و حالا چند نفر دیگه شاید هم همین اینی که الان جلوشه نباشیم داخل اسکواد. حالا میاریم دیگه بچهای اسکوادو. و من میخوام لایو بگیرم، فقط باید به 50 تا سابسکرایب برسم. به 50 تا سابسکرایب رسیدم بچا، براتون لایو بگیرم. تو لایو تست کلن میگیریم. اصلا تست کلنمون خیلی زیاد میشه بچا. تا الان که خوب بود، الان بشین آخر سر نتیجه رو میگم قبول شد یا نشد. تا الان که کاری ندارم، خوب داره بازی میکنه. به نظرم بچا یکم صدا بازی ببخشید براتون نبود، ببخشید. به نظرم داره بد میزنش امیرو. خیلی داری میزنی امیرو داشت، نمیدونم چیکار کنم. امیر که خودش یکم آوانس بدم هست واقعیتش. امیر یکم آدمیه که خیلی آوانس میده. همیشه میشناسمش این امیره رو. این به هر کی فکر کنم 6 تا آوانس میده، فکر کنم یادم نمیاد. فکر کنم رفت تشویق. امیر ایفی شد نه بعد. باشه تست بتل فقط نداریم، اگه داشته باشیم بهتون میگم تست بتل چیه. و شرایط بچه، شرایط رو براتون داخل کانال روبیکا گفتم. کانال روبیکا انا فکر کنم 100 تا عضو اومد، نمیدونم چند تا عضو داریم تو کانال روبیکا، ولی تو کانال روبیکا کل شرایط رو بهتون گفتم. این شرایط تست رو بهتون گفتم. و لینک کلنم، لینک کانالم اونجاه، همه چی اونجاه براتون گذاشتم توی کانال روبیکا. بچه اگه خواستید کانال تلگرام هم براتون بسازم که عشق کنید. بچه این اسویپر خودم چیدم به این اکانت، قبل خودم این اکانت رو خودم بهش دادم به امیر رو بسیم. اکانتش یکی ازش تبر زده، یعنی تبرم نزدن، ازش دزدیدن. کنم آتشی که عوض کرده. بنازم گفتم این آوانس میده.
بعد این امیره هم دوست هر کسی رو بیارم تو گرنر، سر همین نمیذاره بزنمش. من دوست دارم یه دو تا دیگه بخوره این امیر. یه نمیدونم حالا بذار ببینیم چی کار میکنه این پسره. امیر وای امیر چی کار داری میکنی با این بچه؟ امیر نمیذاره آقا نمیذاره. اینم اکانتش خیلی اکانت خوبی بچه. اینا که اینی که الان داریم میبینیم که اکانتش اکانت گادیه، میتیک داره اکانت. بنازم ببین بچه این تا 10 بگیره کاری دیگه باشه نری، شاید بیاریمش شاید هم نیاریمش، ولی یک کمتر 10 بگیره بازم شاید داره و شاید نداره، چون اولش که خوب پلی داد. بعد راه دور زنم راه دور میزنه، فقط راه دور بکنم میتونه بزنه. گفتم راه دوره. یه دونه دیگه کیل بگیره قبولی. یه دونه دیگه بگیر دیگه. نمیبینیش؟ ندیدیش. یه دونه دیگه بگیره قبولش کرده. خب بذار ببینیم که امیر این بعد از این کارا نداشتیم. نمیدونم بچه ویدیو دایموند کردن هم میخوایم براتون بیزاریم. الان که در حال لجن کردنیم. بنازم یه دونه دیگه بگیر بابا بگیر دیگه. چرا ضعیفه این کردن اسپکتشین. آقا بریم اسپکت اونم اینو ببینیم که میزنه. بریم اسپکت امیرم ببینید چجوری میزنه. بریم اسپکتش ببینیم چجوری میزنه. امیر بنازم به اون پسره. اسم پسره هم حتی نمیدونم بچه. بچه شما یه دقیقه نگاه کنید من برم یه کاری کنم انجام بدم. بچه چی شد؟ بازیشون 9 تا. ببینم یکی دیگر میتونه بگیره اون پسره که اسمشو میتونه نمیدونم. افکیه نه. بعد من با خودم هم باید تست بگیرم ازش. یه دونه رو بگیره همه. خب تموم شد. قبول شد بچه ها تموم شد. قبول شد به خاطر اینکه از کسایی که هم بچه این امیره هم ادمین روبیکامه و هم چیمونه تسترمونه و زیاد حالا بذار این نه بذار امیر الان میزنش. بس میکنم امیر بزنش. آره زدش. گفتم امیر زدش. خب بچه بچین بچه بریم الان خودمون هم تست بگیریم. بس بود. خب بچه ها بریم دوئل که با منم بزنه رو بریم. بچه حالا از این یه نفر شاید از بقیه‌تون فقط تستر یه دونه دوئل بگیره دیگه نگیره ازتون، یعنی بیاید تو کلم. ولی حالا خودم با این میخوام دوئل بزنم و شاید نبرمش، معلوم نیست، چون من بتر پلیرم بیشتر. آخه قبلا یالا نمیگم مولتی نمیزدم، میزدم ولی وای جانم بالا نمیبره.
وسط ویدیو هم بگو بیاد بالا. کیه رفیق فرباده؟ بگو بیاد بالا. چیکار بینم آقا؟ بیشتر حال میکنی. من با تمام بگو بیاد بالا. رفیقای داشتم نمیدونم چیکارم داره. میدونم چه کانتی بتده. یه رقیق صحبت میکنم ویدیو رو بگیرم. ببخشید. خب بچه ها از من لایک وای تستر کردممون الان من با اون موقع خیلی آروم بازی کرده بودم. منو بود خیلی بازی میکنم چون که در قبول من بطوری میکنم آوانس بگیره اونا کرد نداشتی اینو نداشتی. پس اسکوب ما جی نمیخوره بچه. وای داره میزنه دوباره. خوبه فقط با این هیپای رال میده. فقط با این استیکو هیپای من میده.
نمایی بزنیم بچه دیگه صدای لگ اصلا خودش میبینیم. اگر اونجا بید چی بشه صدای لگ آقا اگه ببینید بابا تیرم بابا من لگم وگرنه خدایا 10 ثانیه لگ دارم 10 ثانیه. خب از الان شروع کنید 10 ثانیه. من آخریه رو یا فکر کنم بزنه حاجی نمیدونم. آخر بریم بزنیمش. خدافزی خب بچه این از این ویدیومون بود. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. Let's go.